یگید حالم بچ چه زوبید کشید آنها را پرانید زود پرانید زودتر باش پران خیری پران آنها را پران خیری نبوردن برخیز زودتر خیری زود باشین خیری شب براشین زودتر زوبید چه حال داری زود خیری زودتر خیری زودتر اسد گوی که تا هرته آنها رو نصف نکنم ناید هر سهشان رو نصف کنید اداره رو در شنده مشتنه بود یک آشیانه بالا بیا زود باش این نجیب از کجا پیدا شد اکنون چی کار میکنم با فکرم همینجا سردار رفتیم شاید پلیس حقوق تفتیش و کتکار رو داریم درک شاید گفتم وگرنه راه زوری رو استفاده بریم دراش کنید کشته شده است آقای سردار همه برآمد بینا رو به نظارت گرید ادوکات کشته شده است یک تا نبدار به اینجا روان کن خوب شده است سردار باز یک یاری تجلی هم جیغ زنید فهمو سردارم سردار از مسافه نزدیک پرانده شده است عملی صادر شده معلوم این جنایت چند پیش صادر شده است زود میبریم دور نرفته دارید این حریف را زود روید رفتیم زودتر زیر کن خیری گرد رو زیر کن زودتر خیری خیری گرد رو زیر کن در اینجا برآمدگاه نیست سرر آخیرا دیر میشود رفیقان لطفا آرام شوید در کارخانه جنایت صادر شده است مجبوریم که شناسنامه همه را تفتیش کنیم چی خیلی جنایت کی بوده است کی را کشتند یک ادوکات را ادوکات کدوم ادوکات یک دقیقه جناب پلیس کدوم ادوکات کشته شده است نامش سرکم نسبش را نمیدونم آچه جان چی کپ شده است؟ سرکم شما چی ها میگوید چی خیلی او شوهر من است انیق او بود یعنی چی خیل آچه چی شد؟ با پدرم یکم گپ شده است خانم متاسفانه سرکم شوهری سرکم خانم یک دقیقه زودتر بچه ها ایست پلیس کجا میروی ایستا میگویم بپرانم ایستا با کجا میگریزی ایست دستان رو بردار میگویم دستا با پسی سر اگر جنبی میپرانم خیری سرعت رو بلند کن زودتر کمی دیگر زیر کنم از راه میبریم سردارم چی همه‌شون رو میکشه سردارم تمام خیری زودتر به یکان بیمارخانه های کن خیری
مایش احوال ثابت تماما بد است. طاقت کن ثابت، حاضر میرسیم. در پایین‌تر بنگاه تیبی هست با اونجا های کنم میشه سردارم میشود زودتر های کن خیری التماس زودتر. طاقت کن ثابت، تو را البته نجات میدهم. مرا میفهمی تو نمیمیری. طاقت کن برادرم خیری زودتر التماس زودتر های کن زودتر. تمام. در بدنم هیچ چیز ندارم. بیا ببین. اول خوب تفتیش کنم. من اینجا رو میبینم. اینجا تازه. خب من این طرف رو بینم شد. اینجا رو هم دید. نه همین قدر. اکنون یکون چیز خوردن لازم. سردارم گفتم که خانم هندو این زن اینجا چیکار میکند؟ نمیدونم سردارم. زنش همینجا بوده است. خانم آرام شوید التماس. خانم در اینجا ایستادن من است. زودتر برایت از اینجا. کی کرد؟ نزدش یک مرد آمده بود. ما با بیرون برآمده بودیم. بینید یک معلومات مختصر شما برای ما مهم است. لطفا با ما یاری دید. نام یا نسب او را میدانید؟ کوبیلای شاهی؟ نسبش را نمیدانم. اما اگر بینید میشناسید. تمام شما را غم نمیدید. نیازی و خانم همراهی کنند. خوب شده است. آرام باشید. مرحمت کنید خانم، به این طرف مرحمت کنید. مرحمت. سردارم گریخت. یک رفیقمون رو هم پروند و گریخت. کی رو؟ تولگا رو. احوالش چیست؟ متاسفانه از دست رفت سردار. خدا رحمت کند. همه ما را در جنتش واقع کند. تا این حریف رو نداشته با دستونم او رو نکشم. هر نفسم بر من حرام باد. ممدو این که قسم ها برای ما نیست. و خدای دکتر یاری دهید. التماس یاری دهید دکتر. یاری دهید خواهش میکنم. زودتر. بیا خیلی زودتر. دکتر خوابانت دکتر التماس ثابت تو را نجات میدهیم برادرم. و بیمار چی شده است؟ نمیدانم. یک بار حالش بد شد. دلش بی‌حضور شد. توقات کنم که ثابت آخران چیز خوردهش رو میدونید؟ شاید زهر دادن. هممون یک چیز خورده بودیم. به ما چیزی نشد. ثابت خود را بدست گیر. ثابت برادرم. باهاش شده است دکتر. احوالش خوب نماید. اول فهمیدن لازم که در خونه چی میخواست. از دستتون هر چی باید یک بلا کرده که ثابت رو نجات دید. تماما خوب نماید. چرا به یگان بیمارخانه کلان نرفتید؟ همینجا رو دیدیم و در اومدیم دکتر. آخر زودتر باشد. برو نجات دهید دکتر. التماس میکنم. دکتر یگان کار کنه. التجا میکنم دکتر جان. برو نجات دهید. جناب آرام شوید. ما هم از پی همین هستیم. احمق‌های بفهم. بیکارها. آدم‌ها تا آستانه در آمدند. شما باشید خوابید. اگر به جناب یگان چیز میشد چشمانتان را گشایید. هر دویتان به در قفا. با چشم. هر دویتان اینجا میمونید. ایتاد. هر دوی شما اینجا ایستید. خوب شده است. تو هم اینجا میستی. یگان کس به یگان جا نمیرود. پاش پر نزند. چی شد؟ یگیت کجا شد؟ آنها گریختند. ماشین ما از کار برآمد. افسوس. یگان کار از دستتان نمی آید. جناب اینها همه کشتی ها را سوزاندند. در روز رفتن مانند غارتگران با سلاح به اداره هجوم میکنند. هیچ چیز نشده است. دارو رو که استعمال کردید نبضتون نقص می شود. تمام رفته میتوانی. سلامت باشید. یگید مثل پدرش یک رونا ترس است. یک کار را به نقشه گیرد حتی از مرگ هم نمی ترسد. جناب شما را به خانه در سپنجه بوده بریم چی؟ 10-15 روز استراحت میکنید. هم آنجا به خطر است. این یکی تو ثابت مرا سخت ترساندند.
وقتی که ثابت مرد یک بالی یگیت میشکند. این حالت او را زیادتر خشمگین میسازد و به خطاها راه میدهد. برای ما سیدی آسان میشود. وقتی که ثابت مرد چه خیلی مرده باشد؟ حاضرال به ثابت یک دارو داده است. امشب رحلت میکند. البته از این هر دوشان بخبرند. این حاضرها در این کارها همتان ندارد. همین که خبردار شدم آمدم جناب. خوب هستید؟ خوبم. هیچ چیز نشده است. تو کار ادوکات رو چی خیل کردی؟ کمتر مون که به دست می افتادیم. ادوکات مرد، اما نجیب از کجای فهمیده است که سلیم را از 13 سرکم پرتافته است. به دفتر کاری هجوم کردند. ادوکات مرده باشد دیگرش مهم نیست، اهمیت نده. خانم آسمان، میدونم وقت این سخنها نیست، اما به عکس نگرید. کوبیلای همین آدم است. شما با وی شناسا بودید؟ همسری من. خیلی شادم. من هم. بله همین آدم. امینید؟ بله امینم. امروز زود از جناب زکی یحیی قرار بگیر. ای تو از سردارم. من رفته نتیجه تفتیش بالیستیکی رو گیرم سردار. مالش الو؟ پیکاسین من سیویلای. با تو یک خبری ناخوش دارم. زنی ادوکات از روی عکس رو شناخت. کدام ادوکات؟ همونی که امروز در اداره‌اش پرونده شد. زنش همونجا بوده است. انا این در نقشه نبود. تو رو دستگیر کردنشان ممکن است، احتیاط کن. پس این طور باید کرد. دخترشان هم آنجاست؟ بله. خب معلوم که دخترش را زیاد دوست می‌دارد. بازن آهسته کک پنهانی صحبت کن، بفهمیم که تا چه اندازه راست است. خوب کوشش میکنم. کوشش کن تا با آنجا رفتنی من کار را حل کن. اگر یگان چیز شد جوابگر تو میشوی. شد مایلش خیر. تفتیشی بالیستیکی چی شد؟ کدام بالیستیکی؟ حاضر گفتی کو؟ فهمیدم. حالا تیار نشده است. خوب. بچه ها برای دستگیر کردن کوبیلای شاهین میروند، تو هم همراه آنها برو. آخر من کاری تفتیشی را باید حل کنم. حالا گزارش نامده است کو؟ چرا حل میکنی؟ آمده بعد حل میکنی. سردار زنگ زدن گفتن که ببایسته من خودم این کارو برم، اما خواهد زنگ زدن میگویم که ببخشید سردار، نجیب سردار یک سپارش دیگر دادند. گوش کن سویلی، ترتیب است، انتظام است. غیر از این در ماموریت سیستمای معین است. جناب سردار از این سلسله را خوب میدانند. اگر یگان خواهش داشته باشند به من میگویند. فراموش نکن تو اکنون یاردم چی منی. از خاطر آدمی نبودن این سفر تو را هیچ چیز نمیگویم. دیگر گپی مرا دو نمیکنی. فهمیدی؟ فهمیدم سردار. فهمیدم سردار. تشخیص خون تیار. بمانده. با او چی شده است دکتر؟ گپ زنید. یک ناخوشی است. نتیجه تشخیص این است که در خون یک ماده است که در این شرایط آن را فهمیدن مشکل است. یعنی چی خیل؟ تخمین داروی مخصوص دادن به این کس. به دل تاثیر رسانده بعد به مرگ میبرد. شما چی هم میگوید دکتر؟ نمیدانم که به او که این دارو را دادند، اما از کلافش معلوم است که سکته دل میگذراند.
نخواد که این یگان طبابت نداشته باشد. آخر نداند که به او چه خیل دارو دادن؟ چه خیل نمیدانید؟ مگر شما دکتر نیستید؟ تشخیص نمایید یا به آخر سببش را. گوش کنید آرام شوید. برای فهمیدن این علت شما باید به یگان بیمارخانه کلان روید تا که تشخیص توکسیکولوژی کنند یا اینکه آدم زهر داده را یافتن لازم. در این بنگاه این کارو کرده نمی شود. به یگان بیمارخانه کلان روید. سردارم چیکار میکنیم؟ حال یکی ثابت نهایت بد است. نمیدانم خیری، نمیدانم. حاضر. سردارم اکی ثابت چیزی گفتن میخواهد. بیاید. حاضر. ثابت. ثابت. گبزن ثابت. و تو چی شد؟ این کارو که کرد گبزن؟ یکون چیز با یاد داری؟ حاضر. آکا گوید چی میخواهید؟ حاضرال گفت؟ حاضرال کرده است. دارو را او داده است. رسیل. حاضرال. و این نوبکاری حالایی نمیستد. من به خانهش میروم. تو با ثابت باش. خوب ملش. من رفتم پلید را میارم. حاضرال. تا حال یگان خبر نیست. تا حال سوی قصر سرمد قهوچی به وقوع نآمده است. روز بی حادثه. این خیل روز یگان خاصیت ندارد. این حالت علامت خیر نیست. چی شد پیکاس؟ آدم شما تا حال کار را حل نکرد. حاضر زنگ زده میپرسم جناب. کایمینیک گیر تو گبزن. وای درباره چی میگفته باشد حالا خدا میداند. باز رنگ هر روز احساساتم میگه. بلا این من کایمینیک. سفارش مرا چیکار کردی برادر؟ 1 ساعت پیش به درون درآمد. نشان گرفتن نتوانستم. برایت باز یک بار دیگر کوشش میکنم. کوشش میکنم نه برادر. در ما اجرا میکنم است. کمی غیرتت رو نشان ده. آزادی خلق، آزادی وطنی مردمی کرد در دست توست. چشمت نپرد، دستت نلرزد. خوب اگر به دست رفتم چی میشود؟ تو رو آزاد میکنیم، مشهور میشوی مانند آنهایی که ژورنالیستان را پرانده بودند. خود را در اخبار میبینی. دخترها با تو تکلیف خانه‌دار شوی را میکنند. وای این خیل سلطنت به هر کس نصیب نمیگردد. اکنون برا جناب او انتظار است. با یک سخن خوب زود کار را حل میکند. نقص خیلی خوب. از خبررسان هایی که در بین حزبی ملتچی ها ماندیم یگان معلومات هست؟ چی گفته میتوانی؟ جناب چه خیلی که معلومات دارید. قریب 1 سال شد که بالای این حزب کار کرده ایستادم تا نقشه‌ام را عملی کنم. آن دیسکی که آید پیغمبر جنجال برانگیخت 10 ماه پیش به دستمان رسیده بود. اصلا برای برهم دادن دعوا آن را نگاه می داشتیم. از روی خطای یک کس این سر آشکار شد، اما به هر حال خیلی فایده آورد جناب. تو پروا نکن کایمینیک. مجلس در حیاتش این فتنه را ندیده بود. همه این عملیات ها اولا برای از نو شکل دادن بیوروکراتیا در سال 2011 و بعد حاضران را در قصر دیدن است. برای این هدف کارهای پیدا کردن آدمان فایده آور دوام دارد جناب. وقتهای آخر عملهای آنها کمی آشکار شد. راحت کارشان را انجام دادن نمیتوانند، اما به این نگاه نکرده عمل میکنند. پیش از قصر حاضرال را پیشوای حزب کردنی بودم، اما از آن دست کشیدم. یک نامزدی بهتر دارم. جناب او کی بوده است؟ یگان بار نگفته؟ پیکاس. چه خیلی مرا مناسب دانستید؟
بله، تو یک آدم مهنتی هستی پیکاس. با سیاستت جوانان را از پی خود برده میتوانی. جنابم التفات کردید، در خجالتم، اما زبان مادری من به این کار مانع می شود. مردم فهمند که من از شرق ترکی هستم، مرا به درغه میکنند. بهترین فکری عالی جناب. چه خیلی به سری من نامد. خواطر نشو، کسی که از گذشته تو خبردار نمی شود آن قیدها را 150 سال شد که فرصت یافته نیست میکنیم. از پیشوای حاضر سرمد قوچی تماما راضی نیستیم. نه از یار دست میکشد نه از اغیار. نمیماند که از جوانان یا حزب استفاده بریم. اصلا به ما یاری نداد و جوانان را به بازی کشیدن نتوانستیم. اما فکری جناب پیسگار با یک کلمه بهترین است. اما از شخصانی که در شعبه قرار این حزب مانده ایم اخبارات میگیریم. پیش هم با یک پروفسور برای به دست آوردن این حزب کار کرده بودیم، اما فهمیدم که این کار با مردی کارها حل نمی شود. بغیر از پیکاس را پیشوا انتخاب کردن دیگر چاره نداریم. اما اول باید از سرمد قهوچی خلاص شویم. البته بعد باید گناهکاران معلوم باشند. به جنازه چون سالهای پیش ما باید صاحبی کنیم. بعد تهدیدهای درونی، شعارها، طرفداری و ترور. حاضر در کجا باشد؟ زنگ فهم در کجاست؟ جانکم، زنت کی می آید؟ بند قرار رفت، یک چند روز نمی شود. اگر حاضر تو پریزیدنت شوی ملکه می شود ها؟ گفته بودی جدا می شویم. زیغ نشو، یک روز نه یک روز جدا می شویم. تو در قلب من ملکه ای، به دیگرش اهمیت نده. چی کار میکنی؟ دروغ میگویی. لبای کجا شدی؟ جناب تو را انتظار است. کمی کار داشتم، تمام شد. باید با ما گزارش میدادی. زود باش، وقت تنگ است. مایلش با جناب گوی کی حاضر میرسم. مایلش تا بازدید. چه خیل می نمایم؟ پیر و بیزیب. خواهش شد اکنون. با شما کی در کار؟ حاضر در خانه است. تو کیستی؟ حاضر من به تو میفهمانم. رسید. انا راننده هم آمد، رفته در اکشا. آن رزیل در خانه است. پیش درا. یگید پلید بیشرف. با ثابت چیکار کردی؟ من چیکار کردم؟ با ثابت چی داده میگویم؟ گویی که حاضر تمامی استخوان‌های بدنت را یک تا میشکنم. من تماما خبر ندارم. قسم به شان و شرفم. با چیزی نبوده آدم قسم نمیخورد. زود باش رفتیم. نسبت فاشیسم، نسبت تروریسم، نسبت فاشیسم، نسبت. جناب قهوچی، باید به تقدیر پیغمبر و فاشیسم که در مجلس گفته شد چی فکر دارید؟ جنابان، خرخشه مجلس در مجلس ماند. به شأن مجلس زیبنده نبود، اما به نظام نامه رعایت میکنیم. در دایره نظام نامه بحثمان را دوام میدیم. درباره فاشیسم نو برآمد اندیشه‌ام را توسط رسانه‌های خبری عرض کرده بودم. جناب قهوچی میگویند که مقدار تروریستان در شهر و ناحیه‌های کلان زیاد شده ایستادند. در این باره چی میگویید؟ رفیقان، من مخصوصاً به جوانان مراجعت میکنم. این کار شرکت‌های شبه‌آور است. ما اگر عملهای حزب قدرتی را معقول دانیم هم
اما در مسئله آن که جوانان بی نظارت در کوچه تربیه می‌یابند نظر خود را داریم. به مقابل حرکت‌های بی اساس و اختلاف انگیز هستیم. چون این شرکت‌ها و عمل‌ها به شأن ملت اسناد می‌آورد. خواهش می‌کنم در این مسئله مفصل گویید. بله، من هم چنین روزها را اثر گذرانیدم و تنمان همه دستاوردها را آسان صاحب نشده است. در داخل حزب‌ها نیز بازی‌ها هستند. چخیلی که می‌دانید مرا هم نابود کردن می‌خواستند، اما من با آنها سر فرود نمی‌آورم. ملتگرایی ستون دولت ما را نااستوار می‌کند که این عاقبت خوب ندارد. محض برای تو به ثابت یاری دادم. میدانی که تو را دوست می‌دارم. از همه زیاد من زیق شدم وقتی که تو از ما جدا شدی. تا خودت را هوشیار و زیرک می‌تراشی ها؟ حاضر نزد برادرم می‌رویم. اگر برای صحت شویش مساعدت نکنی با همین طوق گردنت می‌آویزم میفهمی؟ بعد زبانت را از حلقت برآورده میکنم، بعد پوستت را از بدنت جدا میکنم، تو را میکشم. فهمیدی؟ میکشمت. رزیل، بیشرف، راه گرد. با پیشتر را میگویم. زودتر. رفیقان بس اکنون همین قدر سوال و جواب بس. جناب آقای قهوه‌چی هستید؟ خبر هم حال زیاد هم بس اول هم پاسخ نگفتید. مرگ به قاتل کردها. زنده باد یک طرف پیشتر راه گرد. تو کی بودنی مرا نمیدانی؟ سر از بلا گرفتار می شود. میدانم چگونه مخلوق بودن شما را میدانم. پیشتر یادا خواهی زنه دور خواهی را دست باز خواهی را زنه را تا مردنش را زنه دست باز خواهی را مخلوقی را پدی دست باز علی دست باز تروریسم دست باز فاشیسم دست باز تروریسم زنه دور تا مردنش را زنه کوشه دور زنه تا مردنش زنه در سرش زنه تا هم نکنه با اون زنه دورا کوشه دورا تا مردنش زنه شو دست باز فاشیسم دست باز تروریسم دست باز فاشیسم دست باز تروریسم سزای این خواهی زنه دورا دست باز فاشیسم زنه دورا زنه دورا فاشیسم تو تر دست باز دور شده با قفا او را سخت ببند. با یگان جای نرود. با دقت باش، خطرناک است. خوب شده است. من میروم. من هم میروم. کجا میروی؟ دیوانه شده ای؟ با کجای روی من هم میروم. در این خانه با این دیوانه نمیستم. مایلش در راه در یگان جای تو را میمانم. رفتیم. مایلش این آدم از تو چی میخواهد؟ حاضر چیزی نپرس. چی شد؟ برای پیکاس قرار دستگیر کردن رو گرفتید؟ حاضر میآید سردار. سردارم یک خبری ناخوش دارم. باز چی شد؟ سرمت قهوه‌چی رو پروندند. مرده است؟ سخت یاره‌دار شده است. با بیمارخانه میبرند. کی پرونده است؟ همان بسیم گفتنی پسر هفته گذشته در جنایت اتوبوس سوزانی بود. داشته شد؟ متاسفانه در بین ازدحام مردم کشته شد. من اکنون سوختیم.
مهمدو کجاست؟ همراه نیازی به ادوکاتورا رفتن برای تفتیش. چون پیشتر باز همان سناریو. اما آماده باشه. آماده ایم سردار. میبرویم. میرویم. خیر سردارم، کنه بینیم خانم عثمان در چه حال است. چرا او را کشتن تماما نمیفهمم. آخر یگان دشمن هم نداشت. باز چقدر ما رو در اینجا نگاه می‌دارید؟ بسیار غمگینم خانم. کمی بدگمان بر را می‌آورند. بعد رفته می‌توانید. نجیب سردار به جای یک حادثه رفتن، تو هم رفته بین؟ به چشم. خانم آسمان چی؟ من با او میستم. برای ما یگان چای بفرما. خوب شده است. چی شد کایا؟ با من زنگ زدی؟ تا حال تو را انتظاریم. کجا شدی؟ تماما نپرس. یگید به خانم هجوم کرد لیکن خلاص شدم. چی؟ آمده همش را میفهمونم. ایست نقشه عوض شد. سرمت قهوه‌چی را پراندن اما نمرد. به بیمارخانه میبرند. به کدام بیمارخانه؟ به بیمارخانه دیگر بردند، اما ما آن را به بیمارخانه تو روان کردیم. تو به بیمارخانه رو. چرا؟ چرا؟ آدم نمرده است، میفهمی یا نه؟ فهمیدم. کارو نیم کارو نمیمونیم. مایلش این طور باشد من به بیمارخانه میروم. به پیکاز گوی که به خانه من آدم فرستد. یکی در خانه بیهوش خواب است، راننده در نزدش. مایلش میگویم. زود فرا. چی ها میگویی؟ من اینجا چیکار میکنم؟ فرا گفتم زود. کار دارم. دیر میشود. نه نمیفرایم. فرا. دستت رو گیر. فرا گفتم. این را گیر. راه کی را. کاش که میماندم او را میکشت. به این کارت جواب میدی. بچه دادم کی میآید؟ میآید دخترم، حاضر میآید. خواطر نشو. آفرین دوست رو یک. بسیار پدرش را دوست میداشت. چی کار میکنم نمیدونم. کنی به نزد من بیا. بیا. رفت دخترم رفت. رفته در اونجا کمی بازی کن. مایلش. در این سن و سال به پدر ماندن بسیار مشکل است. اکنون برای دخترتان تنها شما هستید. از دستم آمده رو میکنم. مبادا با شما واقعه روی دهد. خدا نشان ندهد. شما چه ها میگویید؟ آن آدمی که گفتید با شوهرم دری دارد دیدم بسیار آدمی خطرناک است. نه، شوهر من با این خیل آدم چه رابطه داشت؟ نمیدونم، اما آدمانی که شوهرتان رو کشتند شما رو راحت نمیگذارند. باوری دارم که حتی دخترتان رو هم راحت نمیگذارند. یعنی که از دعوایم گردم؟ آخر شما پلیس هستید. چطور این گپ رو میگویید؟ من اینطور نمیگویم. تنها من فکر دخترتان رو میکنم. این آدم ها بسیار بیرحمند. یک روز به باغچه میروم گفته میبراید، بعد مرده او را در باغ میابید. شما چه ها میگویید؟ این حادثه چند بار به سرمان آمد. پلیس هیچ کار کرده نتوانست. من این گپ ها رو همچون پلیس نمیگویم. من هم مادر هستم، برای همین به تو توصیه میدهم. این گپ ها بیهوده نیستند. پلیس هم تا جای قدرت دارد. تا جای شما را محافظت کرده میتواند. به جای شما باشم دخترم را به خطر نمی اندازم. راستش رو گویید. شما طرفی که هستید؟ البته من طرفی شمایم. بیا دخترم.
کجا شده سردارم؟ اکای ثابت میمورد. بیا اکنون. بیا زودتر آخیر. باز اوج گرفت. اکای ثابت. دکتر. چی شد؟ باز اوج گرفت. التماس کن کنید دکتر. من رو به یکان بیمارخانه خوب روان میکنم. نه نمیشود. سردارم حاضر یک دکتر مخصوص میورد. کی میورد؟ بیارد آخر. 24 وقت کم مانده، احتیاط باشید. 2 ساعت دیگر زنده میماند. فهمیدم. حاضر زنگ میزنم. وای سرم، با من چی شده؟ ای سرم. ناگهان بهوش شدی. من بیهوش شدم. در سرت با شیشه زدن بهوش شدی. تلفنم زنگ میزند. حالا بیرون از منطقه ای. حاضر حال کجا گم شد؟ کاره چی؟ آرام، نجم. بینندگان گرامی، قاتل از همین جا آتش کشید. در جای حادثه مردم بسیار جمع آمدند. بعضی از اعضاهای حزب به بیمارخانه رفتند. چرا پلیس به ما اصلی واقعه رو نمیگوید؟ اما اینها رو باید ما عکس برداری کنیم. از این طرف. آزاده رسید. خواهش میکنم خلال نرسانید. مانید که با کارمان را به انجام رسانید. خواهش میکنم خلال نرسانید. آدمانی که پسر را زدن دستگیر کردید؟ دستگیر کردیم سردار. به شعبه روان کردیم. ولی حالا غضب مردم پس نشده است. تمام. اطراف را زیر نظارت گیرید. کسی را نزدیک شوی نمانید. اطاعت. این واقعیت چی خیلی شد؟ شما دیدید؟ نه اصلی واقعه رو نمیدونم. خواهش میکنم خاله صبر کنید. با کجا میره؟ پسرم خاله جان نیسته. کجا هستی پسرم؟ خاله جان آرام شوید. خاله جان آرام شوید. خاله جان ما طرف ممکن است. خاله جان ما طرف ممکن است. آرام شوید. خاله جان آرام شوید. خیزید خاله جان میرم. خودتان رو بدست گیرید خاله جان. چقدر میسترسم پسرم. بیایید روید خاله جان. آرام شوید خاله شما چیکار میکنید؟ آرام شوید مردم حساب کنید. نزنید مردم کنید. خفا کردید بگویم و شما بگویم جزا بگیرید. خفا کردید مردم حساب کنید. نزنید بکشید آخیر. نزنید بیگناه ندارد. ای گوشم به من. این بیناموز به تو در یک ماه چند پول میدهد؟ چند دیدهد 2 برابر میدهم. خانه هم خریده میدهم. چی ها میگویی آشنا؟ میگویم که با مانند تو سگی با وفا کم است. به صاحبت صادق بوده. پس ما رو حق سگ گفتن ندارم. صاحبت به کجا رفت میگویم؟ گوی که گردنت رو میشکنم. گپ زن میگویم. نمیدونم. گوی به کجا رفت میگویم؟ نمیدونم گفتم. هرتا اینو در کجا دیدید که بزن دست بردارم؟ ایستید خواهش بکنم ایستید. میکشد آخر ایستید. آخر انسان گناه ندارد. ایستید مردم. پراکنده شوید. ایستید گفتم. کسی قدم زند میپرانم. تجوی تروریستان را ممشد کردن ها رو ممشد. تو بیاری تجلی چکسنید. پراکنده شوید. برید از اینجا. دو پسرم رو از دست دادم. هر نشان رو از من گرفتن. خودتان را آزاد ندید. کمی بعد ماشین می آید. شما رو با بیمارخانه میبریم. خواهش میکنم روید از اینجا. دیگر برای چی زندگی کنم؟ نمیخواهم که فرزندان دیگران این خیلی بمیرند. آخرین چیزی که از خدا طلب دارم.
نسبت تروریسم نسبت فاشیسم نسبت تروریسم خیری احوال ثابت چی خیلی است؟ کجا شده سردارم؟ کار کمی رنگ دیگر گرفت. بلا زند. احوال یکی ثابت خیلی بد است. دکتر گفت که چند ساعت دیگر زنده میموند. آن به ناموس روی یافته توانستید؟ به یافتن یافتم اما گریخت. ثابت باید زنده ماند خیری. میفهمی باید زنده ماند. باید زنده ماند. شده که انشالله زنده میموند. خوب. سبیل همینش نمیرسید. تو به خفا جد زند. سرمد قهوه‌چی حالا در بیمارخانه جراحی شده ایستاده است. اعضای حزب انتظار نتیجه می باشند. زود بنوار جناب حاضرال یکون چیز گفته می توانید؟ دیدید که حاضر آمدم. بیمار رو دیده بعد ملاحظه را گپ میزنم. اجازه دهید. جناب حاضرال ما در گوری سرمد قهوه‌چی چی گفته می توانید؟ آخه ما اصلی واقعا رو شنیدن میخواهیم. خوش آمده جناب. جناب سرمید تا حال در جراحی ام؟ بله جناب قریب که تمام شد. احوالش خیل. تیر اول از شکم در آمده به معده ضرر داده است. دیگرش باشد از قفس سینه در آمده دو قبرغه‌اش را شکسته است. با فکرم خطر مرگ زیادتر است. مایلش بعدی جراحی باز میبینیم. خب چه شد؟ یگان دیگرگونی هست؟ نه سردارم. میمیره داخل. یگان علاج کردن لازم. با یگان بیمارخانه دیگر بریم. اگر بریم چه تغییر مییابد؟ به ما حاضران لازم. بینیده که احوالش خیلی بد است. برا تنها نمیگذاری ثابت. کمی دیگر توقات کنم که ثابت. تو نمیمیری ثابت. من نمیخواهم. و به تو اجازت نمیدهم که مرا ترک کنی. ثابت. همراه مبارزه را دوام میدهیم. مرا در نیمه راه تنها نگذار ثابت. یک جای بودیم یک جای میمانیم. این مگر گپی کفر نشد سردارم؟ خیری پسرم ثابت باید نمیرد. خوب باید نمیرد. خوب بسیار واهمه نکن. چه خیلی واهمه. اتوبوس میرفت همه جا پر از ماشین بود. بعد ما رو گرفته بردند. ناگاه دیدم در رو برایم سروزیر. وای وای سروزیر ها میدونی چه خیلی که در تلویزیون میبینی این خیلی نیست. تماما فرق دارد. پس دیگر نمیروید؟ نه نمیرویم. مکتب رو یاد کردم. شما رو هم بسیار یاد کردم. با خدا ترسیدم که دیگر نمیبینیم. دیگر جدا نمیشویم. خانم آسمان تا حال اینجاند؟ در همین جا سردار.
خیر رفته میتوانم میگوید با شما گفتگو کرده میخواهد. تا حال پیکاس را آوردن نتوانستند؟ زنگ زدم گفتن که حاضر می آیند. خوب. боз чӣ қадар моро дар ин ҷо нигоҳ медоред? рафтан мехоҳам. ману духтарам хаста шудем. кам монд. дар роҳанд. баъди тафтиш шуморо то хонаатон бурда мемонанд. ҳатман. марҳамат бароед. сардорам, ҳамаашро фаҳмидем. худо мадад кунад, сардор. кадомашро мемду? як ҳодиса тамом нашуда дигараш пайдо мешавад. аҳамият надеҳ. чӣ кор кардед? аз офиси адвокат ягон чӣ баромад? чиҳое ки набаромад, сардор? агар ба ҳуҷҷатҳои ёфташуда нигарем, адвокат аъзои эркенконду будааст. сардор, нақшаи шалоқи корӣ гуфта як нақшаи ниҳоят махфиро ёфтем. дар ватанамон нақшаи суиқасди ғайри муслимин ва дигар миллатҳои хурд то андозае авҷ гирифтааст. нақшаҳо дар як диски оддӣ сабт шудааст. фақат онҳо ҳамаш ба воситаи барномаҳои махсус рамз гузошта шудаанд. барои иҷрои нақшаи шалоқи корӣ дар мармара баҳри сиёҳ ва эге як тими махфии муташаккили 40 нафара будааст, сардорам. дар зери замин силоҳҳоро пинҳон кардам. акнун эҳтиёт бошед. дар тартиби ин нақшаҳо саҳми 3 нафар аввалин дараҷа мебошад. аз рӯи маълумоте ки дар даст дорем, якеаш профессор ҳозирол аст. боз оид ба ҳозирол якчанд ҳуҷҷати махфӣ низ пайдо кардем. эркенконду барои он ки ҳозиролро зери тобиати худ гирад, тамоми амалиётҳои узви одамфурӯширо ки дар беморхонаи ӯ рух медодааст, якояк асноду ҳуҷҷат тартиб додааст. сардорам, бинед, танҳо ҳамин ҳуҷҷатҳои органҳо барои абадӣ дар ҳабс хобиданаш басанда аст. ӯ ҳамин хел одам аст ки дар ҳар ҷарроҳӣ кардааш барои худ муҳофиз ва наҷотдиҳанда пайдо кардааст. барои ҳамин дар хобат мебинӣ. абадӣ як тараф истад, як шаб онҳоро ҳабс карда наметавонем. хайр чӣ кор мекунем? вазифаамро иҷро мекунем. ҳуҷҷатҳоро ба дасти ҷаноби закия ёд диҳед. рафта гиред гӯяд мегирем. хуб шудааст, сардор. бачаш. бифармоед. марҳамат, шуморо интизор будем. наҷиб сардор боз маро ёд кардааст ба фикрам. ҳар моҳ маро набинад, дилаш қарор намегирад. рафтем. оҳо, киҳоро мебинам. хуб ҳастед, наҷиб сардор? бубахшед, ба оғӯш мегирифтаму лекин либосҳоям чиркин мешавад. ҳеҷ гап не. ман он қадар туро ёд накардам. ин дафъа сабаби зиёратам чист? намедонӣ магар? ҳеҷ кас ҳеҷ чиз нагуфт? як адвокат ва як полис кушта шудааст. адвокат ҷаноби серкан, шояд мешиносед? бисёр адвокатҳоро мешиносам. серкан ба ёд надорам. занаш иддао дорад ки пеш аз куштани ҳамсараш ту он ҷо будаӣ. агар ин чиз рост барояд, давоми умрат дар байни 4 девор дар фикри он ки дар берун чӣ ҳодиса рӯй дода истода бошад мегузарад. барои ман як таҷрибаи нав мешавад. ӯро ба ҳуҷра даровед. марҳамат карда шинед. ба сӯи тиреза нигоҳ кунед. ҷаноби ҳозирол, акӯ метавонед ба мо ягон чиз бигӯед? ҷаноби ҳозирол, ҳамҷарони идома дорад? ин ҳодисаи ғайричашмдош буд. бо дуои дӯстону наздиконаш боварӣ дорам ки нағз мешавад. ба мо шарҳ диҳед, аҳволаш чӣ тавр аст? барои сар назадани ин фоҷиа ман халқро ба дурандешӣ ва пиндори нек даъват мекунам. медонам барои дӯстони ӯ сабр кардан мушкил аст. ин гуна фоҷиа вақтҳои охир дар ҳар гӯшаи кишвар сар зада истодааст ки оқибатҳои хуб надорад. мо бояд даста ҷамъона бар зидди ифротгароёни муборизаи беамон барем
و در یگانگی ملت‌های ساکن ترکیه هماهنگی نماییم. اگر یک بار دیگر بیماری خروج کند دیگر طاقت کردن نمیتواند. به همه چیز آماده باشید. سردارم چی شد خیری؟ چی خبر؟ اون به شرف رای گفتم. کی را؟ حاضرال بیناموز در تلویزیون از بیمارخانه گپ زد. پخش مستقیم بیمارخانه شخصی دارد که آخی رفتیم خیری میرویم زودتر رفتیم. ایستد اکای صوبی چی میشود؟ او را هم میبریم خیری وقت نیست زودتر رفتیم. چه خیلی پخته کار است. عقلم نمیگیرد به خدا. اگر انسان بیناموس به شرم باشد همه کار را میکند ممدو. افلاس. خانم آسمان کجا شدند؟ خانم سویلای اومده ایستادند. سردارم در حقیقت همین خانم سویلای راستی به من اونقدر معقول نیست. فهمیدم ممدو. با فکرت این زن چه نقشه دارد؟ بگذار رود سردارم. نه نخواد سید داشته را آزاد کنند. از آن که به دیگر جای رفته آنجا را ویران کند در زیر نظارت خودمان باشد بهتر. بینیم کنی چی می شود. مرا گوش کن. چی گپی که در درون میزنی برای خودت و دخترت خطرناک است. تو گپی مرا فهمیدی ها؟ شما مرا تهدید میکنید. اگر خطا فهمانده باشم مرا ببخشید. من هم مادر هستم آخر. مقصدی چنین گفتم این نبود. خواطر نشوید. من خیلی خوب فهمیدم. خانم آسمان حاضر نازکک با این آدم نگرید و گوید که در اداره با همسرتان همین کس بود یا اینکه نه. همین آدم بود؟ ثابت برادرم باز کمی اکی ثابت طاقت کن برادرم کمی دیگر ما زودتر رانه داخل. تو ما را نمیپرتایی. تو نباید بمیری. برام میفهمی. سردارم چخیل به بیمارخانه میداریم او رو چخیل میابیم؟ نمیدانم خیری نمیدانم. همه جا رو نظارت میکنم. خیری نمیدانم. باید اگان راهش رو یابیم. باید ثابت را نجات دهیم خیری. باز کمی اکی ثابت طاقت کن. زودتر رانه داخل. تا سحر اینجا مرا می‌دارید. اگر این طور باشد یگان چیز خوردنی بیارید. شکمم گرسنه است. حاضر در اومده همین خیل میخورونم که گاورین دم میکند. نمدو آسمان لطفاً گوید همین آدم در اداره بود؟ خانم آسمان التماس جواب دهید. نه این آدم نبود. انیق با دقت نکرید. امروز در عکس دیده تحصیل کرده بودید که مانند کردم. سویلای ممدو ما را با خانم آسمان تنها گذارید.
زود باش زودتر میگویم زودتر اکا اینجا ازدغام است چیکار میکنی؟ خیری بس کن گپ را زودتر میگویم او اینجا چیکار میکند؟ چه خیلی نجات یافت؟ اکنون محو شدیم. با بیمور چی شده است؟ ما انیخش را نمیدانیم. اصلا ما جناب حاضرال را میکابیم. جناب همینجا بودند. شما او را از کجا میشناسید؟ ما خویش و تباریم. من جیلشون میشم. ما باید او را به دهه دعوت کنیم. بله درست میگویی. همینطور کمتر پیش همینجا بودند. خواهید انتظار شوید، من رفته خبر میدهم. تشکر خواهرم. خیلی زودتر زودتر. خانم آسمان، من میخواستم با من گشاد و روشن گپ زنید. برای از فکرتان گشتن شما را کسی تهدید کرد؟ یگان کس شما را مجبور کرد؟ بینید، خواطر نباشید. نه به شما نه به دخترتان زیانی نخواهد رسید. مرا گوش کنید. این آدم جنایت های زیادی صادر کرده است، اما هیچ فرصتی داشتنی او پیدا نشد. این یک ماشین جنایت است. اینقدر فرصت خوب مثل حاضر نداشتیم ما. نمیشنوسم گفتم که مانید من روم. کسی شما را سخت ترسانده است. این را انیق میدانم. راستش رو گویید. تنها برای همسرتان نی. امروز باز یک جوانی پلیس را هم کشت این آدم. التماس مرا مجبور نکنید. این آدم را یکم بار ندیدم، نه در اداره سرکم نه در دیگر جای. خوب، این کار شما. با بچه ها گوید شما را تا خانه اتان برم. چی شد سردارم؟ نمیشناسم میگوید. یعنی که همین خیل بگوی گفتند. یعنی با پیکاز جواب؟ با بچه ها بگو خانم آسمان را تا خانهش برند. مایلش سردارم. جناب یگیت اینجاست. از خانه گریخته است. کس آدم روان کرده بود؟ آدمهایشان در خانه منند با فکرم. یگیت اینجاست میگویم. من فورا اینجا رو ترک میکنم. وگرنه این دیوانه مرا زده میکشد. چه ها میگویی؟ چه خیل ترس؟ حالا وقت ترسان چکی نیست. اول مسئله سرمت را حل کن، بعد با کدام گوره می روی رو. اما جناب، اما پما ندارد. کار اجرا شود، وگرنه با دست خود تو را به یگیت میسپارم. جناب گذارید من گپ زنم. ما گپ زن. ترسان چکی احمق. آرام شوید. همه کار را ویران میکند. الو حاضرال چی شد؟ نپرس مینیک، یگیت اینجاست. اهمیت نده. هیچ کار کردن نمیتواند. تو آینده پرزیدنت هستی. اگه گنرالی ارتش میشوی نه خود از یک بچه کوچه ترسی ها؟ تو خودت نمیترسی؟ امروز گریت را با گوشهای خودم شنیده بودم. گپ رو دیگر جا نبر. رب کار رو حل کن. برای یک مسئله خوردکک نمیخوای پرزیدنتی رو از دست دی ها؟ آخر چیکار کنم؟ الو حاضرال اونجایی؟ مایلش حل میکنم. یگان چارش را میابم. تنها این نه، همه دعوا نیست میشود. این برای ما مهم است، از حیات خودمان هم مهمتر است. گپ را دراز نکن، مسئله را حل کن. مایلش یک بالا کرده حل میکنم. تو اعتماد دارم. سلامت باش. اجرا میکنم. کار را حل کرده یگیت ندید از اینجا گریختن در کار. برایید. با فکرم باز یک بخشیش از من قرضداری جنابی نجیب. با دفتر قید میکنم. همش رو یک بار میدیم. کی میسپاری؟ در دفتر جای نموند. راحت باش، در آخر موسم. موسمی فوتبال.
چهل میخوایم اون خلفان ببخشید آقای کوبیلای نفهمی شد به فکرم. هیچ گپ نی. اگر نافهمی نمیشد آدمان راست را از دروغ فرق کرده نمیتوانستند. تا دیدار آینده خوش باش. خوش باش. شکم هم گرسنه. یک کباب پزی نو یافتم. با من همراهی نمیکنی نجیب سردار؟ آدم گرسنه را یک ناله هم سیر میکند. چشم گرسنه را حتی دنیا سیر نمیکند. آن کباب ها تو را سیر نمیکنند. گرسنگی تاس میداد نیست پیکاس. پالیسی فیلسوف به تو میزیبد. تو بازدید من رفتم. در گلویت درماند باز آزاد شده رفت. یک روز نه یک روز به دست می افتد. امروز نشد فردا می شود. سردار پیکاس رفت اما حاضرال راهی گریز ندارد. فرمان دستگیر کردنش را هم داریم. اگر اینش را هم داشته سردیم خودم را از پول به پایان میپرتایم. کسی به من مانع نمی شود. زیغ نشوید سردارم. این دفعه دست به دست کرده همه کسا میپریم. در کجا بود است این حاضرال؟ جایش را معلوم کردید؟ در بیمارخانه اش سردار. زود میبریم. خیری همه جا را کافتم نیست. من هم دیدم سرداری حزب اینجا خوب است. نه زیون نمیمونند. شاید آنجا باشد. خیری تو درست میگویی. انیق او در آنجا است. چخیل میبرویم؟ همه جا پر از پاسبان؟ با من بیا. نه سردارم وقت شما این تر میگوید از کجای ترس مرا فرو میگیرد؟ خیری رفتیم. یاگون کاسه هست خالی؟ این لیفت کجا شد؟ می‌آید که حاضر یک دقیقه. استاد به کجا؟ جناب سرمت رو دیدن میخواهم. من حاضر از نزد او آمدم. احوالش رفته رفته خوب شده ایستاده است. خطری یک بار گم شد. خیلی خوب. من هم یک بار ببینم. مخبران دانستن میخواهند. مایلش خوب شده است استاد. با اجازت شما میروم. سلامت باشید. تشکر.
بفرمایید نزدیکی میروید. پسر ما را نشناختی؟ من صاحب این بیمارخانه هستم. دوستی جناب سرمد یک طرف است. ببخشید استاد، شما را نشناختم. مرحمت. درایید. آی نفسم گرفت. کی میرسیم؟ دلم بی‌حضور شد. زیخ نشو آشنا، نجات میابی. خیره شوخی نکن، حاضر میکشم تو را. سردارم تماما بیخود شدم. آهسته آهسته احوال یکای ثابت خیلی بد شد. نجات میدیم زیخ نشو. کاماند. رویتون رو پوشونید سردارم. زود باشید سردارم. شد تمام. با کجا برادر؟ توموگرافی میکنیم برادر. توموگرافی در این نشانه نیست. برادر گوش کن، بیمار سخت عذاب میکشد. میفهمی میمیرد. نفهمیدی مگر در این نشانه نیست گفتم. رو از اینجا. از من یک گفتن بود. اینجا بیا عزیزم. تو پروفسور حاضرال را ندیدی؟ بله حاضر نزدید جناب سرمد در آمد. بسیار خوب. خیره تو لغلق کردن را بسیار دوست می‌داری. کاری آنها را زودتر تمام کن. خوب مایدش. برای به قصر در آمدن من تو باید به مرگ روی سرمد. ببخش. نه جنب از جایت. خدایا یگیت. اولیوای بد است و فکرم زنده نمیماند. بله خدا میداند. خدا شفای دهد. ممدو تو آماده باش. در کجا بودن حاضر را شده سردار. عثمان تپرک گوکن شما به بنا تقسیم شوید. نیازی والکن شما با من بیایید. اطاعت رفتیم. اگر جنبی او را میکشم. تمام. تو بازی کردن میخوایی ها؟ میبینیم کدام منظر میبرایم. از من چی میخواهی؟ چی خواستنم را خوب میدانی. ثابت را باید نجات دهی. وقتمان کم، زود باش. پشت را زودتر. مایلش خوب. چیزی خواهی میکنم. تمام شد. اکای ثابت نجات یافته. در کجاست این نشانه کسلی وزین ممدو؟ در بالا سردارم. داو آرام باز یگان نامخولی نکنی. ممدو؟ سردارم؟ کدام سردارم این؟ نجیب سردار است. خدایا. اکا مردیم. نجیب سردار با ممدو همه با اینجا می آیند. لحظنت همینش نمی رسید. خدایا چی باید